سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم. تو این ویدیو میخوایم قطعه شماره 19 از کتاب دستور سنتور رو کار بکنیم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. یادتون باشه این ویدیوها فقط برای کانال یوتیوب من آماده میشه و اگر این رو توی هر پلتفرم دیگه غیر از کانال یوتیوب میبینید حتما غیر قانونی و غیر اخلاقیه. ممنون میشم که حمایت میکنید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 19 از کتاب دستور سنتور 2.4 هست. نکته‌ای که اینجا داره کار میکنه و کمکی که به شما میکنه توی این پرش هایی که از سیم سفید به سیم زرد دارید، یعنی کل این الگو، کل این قطعه بر اساس این الگو نوشته شده که دو تا مضراب روی سیم سفید داریم و مضراب سوم روی سیم زرد درست روبروشه و این پرشی که از سفید به زرد دارید رو باید روش کار بکنید که کاملا دقیق بخوره و صدای خوبی از سازتون در بیاد. یه الگوی مشخص داره، یه مسیر مشخصی داره که این مسیر رو اگه حفظ کنید، یعنی یادش بگیرید، دیگه حفظ کردن قطعه براتون خیلی ساده میشه. حالا شروع میکنیم با هم دیگه میزنیمش که یادش بگیرید. دو میزان اول نوتامون هست دو دو دو، سی سی سی، لا لا لا، سو سو سو. یه نکته‌ای که اینجا داریم اینه که تو میزان اول راست و چپ رو برامون گذاشته به صورت راست چپ راست و بعد توی میزانهای بعدی دیگه راست و چپ رو نذاشته. حالا اون عبارت سیمیله‌ای که نوشته معنیش همونه، معنیش اینه که مشابه میزان اول اجرا کنید راست و چپ رو تو میزانهای دیگه، ولی حتی اگر اونم نبود بازم وقتی که یه سری نوت داریم که راست و چپ نداره، هیچ وقت اونا رو قرار نیست با یه دست اجرا بکنیم که فکر کنین همش دست راسته. نه، باید بگردیم الگوی مضرابیش رو پیدا کنیم که حالا اینجا خیلی واضح هست که کل این قطعه بر اساس الگوی مضرابی میزان اول اجرا میشه. اوکی، میزنیم دو دو دو، سی سی سی، لا لا لا، سو سو سو. دو دو دو، سی سی سی، لا لا لا، سو سو سو. شماره 6 هم که واضحه، میشماریم یک و دو و یک و دو و. اگه براتون سخته، اگر دقیق نمیخوره مضرباتون، حتما سرعت رو کمتر بکنید، یعنی برای شروع میشه خیلی خیلی آرومتر از این زد، ولی به این دقت کنید که حتما انگشتا چسبیده باشه. وقتی از سیم سفید به سیم زرد میخواید برید، باید از بازو کمک بگیرید، یعنی نگاه کنید ضربه‌ای که رو سفید میخوره و بعد میخوایم بریم روی سیم زرد، اینجا حرکت میکنه و دستمون میره اونور. مچتون اینطوری نباید بشکنه، انگشت نباید کمک بکنه و مضراب هیچ وقت نباید کج باشه. مضراب همیشه باید عمود باشه. برای اینکه مضرابتون عمود باشه روی ساز، باید از بازو دستتون رو حرکت بدید و پوزیشن رو عوض بکنید. خیلی خوب. دو میزان بعد، میزان آخر خط اول و میزان اول خط دوم، نوتامون هست سی سی سی، لا لا لا، سو سو سول، فا فا فا، یعنی یه نوت میاد پایین‌تر. پس میزنیمش سی سی سی، لا لا لا، سو سو سول، فا فا فا. میریم سراغ قسمت بعد. از نوت سول به سمت بالا میره، دو میزان آخر خط دوم، سو سو سول، لا لا لا، سی سی سی، دو دو دو. میزنیمش سو سو سول، لا لا لا، سی سی سی، دو دو دو. قسمت بعد خط سوم، لا لا لا، سی سی سی، سو سو سول، لا لا لا، فا فا فا، سو سو سول. پس توی خط سوم به صورت پله‌ای میایم پایین، اجراش میکنیم لا لا لا، سی سی سی، سو سو سول، لا لا لا، فا فا فا، سو سو سول. و میریم سراغ خط چهارم. میکرونی که داریم حواسمون باشه، می که روی خط اول و علامت کرون داره میشه خرک اول سیمای سفید و می که زیر خط سوم اضافه است و علامت کرون داره میشه خرک اول سیمای زرد. پس میزنیم می می می، سو سو سول، فا فا فا، لا لا لا، سو سو سول، سی سی سی، لا لا لا، دو دو دو. من تا میزان اول خط پنجم رو خوندم. این 4 تا میزان میتونه یه جمله باشه. میزنیمش می می می، سو سو سول، فا فا فا، لا لا لا، سو سو سول، سی سی سی، لا لا لا، دو دو دو. شماره 6 هم که واضحه، یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و اون سه تا میزان آخر که میشه همه رو با هم زد، سی سی سی، لا لا لا، سو سو سول، فا فا فا، سول. میزنیم سی سی سی، لا لا لا، سو سو سول، فا فا فا، سول. با
شمارش بخوایم بزنیمش میشه 1 و واو 2 و واو 1 و واو 2 و واو 1 و واو 2 و واو. بچه‌ها یادتون باشه که این ویدیوها فقط برای کانال یوتیوب هست. لطفاً حتما اینو مواظب باشید. اگر از هر جای دیگه میبینید این کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقی است. خب یه دور من قطعه رو از اول تا آخر براتون اجرا میکنم که بشنوید که در نهایت باید چی بشه. کاملا با آرامش و با حوصله بزنیدش، ولی به دقت ضربه ها خیلی توجه کنید. دو 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 سی 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 لا 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 سو 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 سی 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 لا 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 سو 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 فا 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 سو 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 لا 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 سی 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 دو دو دو. این حالت حرکت دست راست من توی اجرا توجه کنید که چجوری حرکت میکنه. این حرکت رو باید شما هم تو دستتون بیارید و کاملا به این توجه کنید که این شونه، بازو و ساعد عضله ها شل باشه، منقبض نباشه. اگه دستتون رو سفت بگیرید بعد تو این حرکت ببینید این حرکت خشک میشه، ولی اگه دستتون رو نرم نگه دارید، عضله ها رو شل کنید، اون وقت نرم دستتون حرکت میکنید. اینو باید حسابی یادش بگیرید. حالا برعکسش هم هست، یعنی این حرکت از زرد به سفید یا از سفید به پشت خرک، بعد این داره در واقع پایه رو میسازه برای اینکه بعدها قطعه های حرفه‌ای تر رو که میخواید بزنید دستتون توان اجراشو داشته باشه و از نظر ذهنی بتونید اینو کنترل بکنید. برای مثلا این قطعه سرانداز خیلی قطعه معروفی هست. ببینید این حرکت رفت و برگشتی که از زرد به سفید و از سفید به زرد داریم رو نگاه کنید تو این قطعه. حرکت رفت و برگشتی که از زرد به سفید داریم یا از سفید به زرد داریم نیازمند این که این عضله های دست شما کاملا شل باشه و کوچکترین انقباضی باعث میشه که گیر کنه دستتون یا نتونید اصلا اون تکنیک رو اجرا بکنید، یا اگر میزنید اون صدای خوبی رو نتونید ازش در بیارید. پس اینو باید از همینجا بهش توجه بکنید. تو این سرعت کم این نوت های ساده رو که دارید میزنید مدام به خودتون یادآوری بکنید که آیا فرم دست من درسته، انگشتا درست چسبیده، ارتفاع مضرابا خوبه، نوع چرخش ساعد من خوبه و زاویه مضراب من جوری که روی ساز فرود میاد درسته. اینو باید اینجا درستش کنید که بعدها به مشکل نخورید. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. ممنون میشم که حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید. لطفاً بچه‌ها حمایت بکنید که بتونیم این مسیر رو با هم دیگه پیش بریم و به آخر برسونیم.